اون شب همه چی عادی شروع شد. من تنها توی خونه قدیمی مادر بزرگم بودم. خونه‌ای که سالها کسی توش زندگی نکرده بود. صدای چوب‌های کف زمین با هر قدمم می‌لرزید. حس می‌کردم کسی داره همراه هم قدم برمی‌داره. اما وقتی برمیگشتم فقط تاریکی پشت سرم بود. رفتم سمت اتاق نشیمن. پرده ها نیمه باز بودن. همونجا توی شیشه پنجره برای لحظه‌ای دیدم یه مرد قد بلند پشت سرم ایستاده. برگشتم اما هیچ کس نبود. قلبم داشت از سینه میزد بیرون. خواستم فرار کنم که در ورودی محکم قفل شد. صدای کشیده شدن چیزی روی دیوارها پیچید. انگار کسی ناخن میکشید. چراغ‌ها یکی یکی خاموش شدن. فقط نور کمرنگ چراغ قوه گوشیم مونده بود. با اون نور وارد راهروی باریک شدم. اونجا دیدمش. یه سایه سیاه خمیده با صورت بیچهره. درست وسط راهرو. نمیتونستم تکون بخورم. سایه شروع کرد به حرکت. خواستم داد بزنم اما صدا از گلوم در نمی اومد. فقط چشمام باز بود. آخرین چیزی که دیدم این بود که اون سایه دستشو آورد بالا و چراغ قوه گوشیمو خاموش کرد. همه جا غرق تاریکی شد و بعد فقط صدای قدمهاش نزدیکتر و نزدیکتر شد.